تا آغاز سال نو خوانیش روزهای به شمار باقی مانده است و با مقصد دسترسی بیشتری ساکنان و لباس یگانه مکتبی با تشبث رهبریت حکومت محل در نزد کارگاه دوزندگی مدینه یارمارکه فروش لباس مکتبی تشکیل کرده شد. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از این یارمارکه بازدید نموده و صفت لباس‌های پیشنهاد گردیده بهای بلند دادند. طبق اطلاع مسئولین در حدود شهر لیوکان 4 کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی، کارگاه دوزندگی مدینه، انور، نیلوفر و ایدانه فعالیت می‌کنند. لازم به ذکر است که رهبریت شعبه معارف شهر لیوکان، رهبران مؤسسه‌های تعلیمی، اسوسیاسیون والدین خوانندگان با مقصد پوره با لباس یگانه تامین نمودن خوانندگان قبلا با کارگاه‌های دوزندگی حدود شهر شرطنامه بستند که این عامل باعث سری وقتی تامین شدن مکتب بچگان با لباس یگانه مکتبی گردیده است. ما هر سال انا همین خیلی تیاری مونه برای لباسای مکتبی تیار می‌بینیم. الکی ما خریداران خود رو پیدا کرده ایم. با 4 مکتب ما شرطنامه بستیم، با مدیر معارف شرطنامه بستیم. ما یک جایگی با انا همینا لباسای مکتبی رو تیار کردیم به حجمی از انمی صنف 1 تا صنف 11 و حجمی از 32 سر کرده تا رزمیر کلان رو ما تیار کردیم. همه انامین پدر و مادران از ما راضی هستند، آمده لباسای ما رو میبینند، آمده انامین حجم کودکاشون رو در تنی کودک ما وای میکنیم، میپوشونیم، میبینیم، پس اون ما فروخته میدهیم. ماموریت کارخانه‌های دوزندگی شهر طراحان و دوزنده ها بیشتر به صفت متا و دوخت لباس‌های مکتبی توجه ظاهر نموده میان هم رقابت سالم دارند و این امکان می‌دهد که لباس‌های مکتب بچگان هم از نگاه صفت و هم از نگاه دوخت با صفت و شینم و مناسب آماده گردند. لباس مکتبی در انکشاف و تکمیل تربیت اخلاقی و معنوی خوانندگان نقش مهمی بازد. این است که سالهای اخیر به مسئله لباسپوشی خوانندگان دقت مخصوص داده می شود. لباس مکتبی در نهاد خوانندگان حس زیبایی پرستی، آزادگی، خلق اطوار حمیده انسانی را جای نموده آنها را وادار می سازد که خوش رفتار، خوشبین و با انتظام باشند. تامین نمودن فرزندان با لباس یگانه مکتبی از وظیفه‌های اولین درجه والدین و مأموریت مؤسسه‌های تعلیمی به حساب رفته، چنان مشاهده می‌گردد این اقدام پورا از جانب مأموریت مؤسسه‌های تعلیمی والدین خوانندگان دستگیری یافته است. مأموریت کارگاه‌های دوزندگی شهر لیوکان با جانبداری از سیاست انسان دوستانه سرور دولت نزد خود هدف گذاشتند که 4-5 نفر نورسان یتیم، نیم یتیم و از عائله‌های کم‌بضاعت را در عرفه سال نو خوانیش با لباس مکتبی رایگان تأمین نمایند. چنین تشبث خیرخواهانه از جانب کتابداران نیز نسبت طبقه نیاز داشته شهر ظاهر می‌گردد.